سلام خوانندگان عزیز، موضوع درس هشتم ما قوه چندری و قانونی حکم می باشد. دفرماسیه چیست؟ هنگامی به جسم قوه تاثیر نمودن جسم یا صاحب شتاب می گردد و یا دفرماسیه می شود. دفرماسیه چیست؟ تحت تاثیر قوه تغییریابی شکل و اندازه جسم ها را دفرماسیه می نامند. یعنی اگر قوه به جسم تاثیر نماید نتیجه این تاثیرات یا شتاب گرفتن جسم میگردد و یا تغییریابی شکل و اندازه جسم میگردد است که آن را دفرماسیه میگویند. اگر با تاثیر قوه شکل و اندازه جسم تغییر یابد آن دفرماسیه بوده است. دفرماسیه چندیر و ناچندیر می شود. اگر پس از قطع گردیدن تاثیر قوه شکل و اندازه جسم پور برقرار گردد دفرماسیه را چندیری می نامند. مثال دفرماسیه پروژین و ریزین عادتا چندیری می شود. یعنی اگر به پروژین قوه تاثیر نماید و قوه گرفته شود یعنی تاثیر قوه به آخر رسد پروژین می تواند شکل خود را پور برقرار کند. این را دفرماسیه چندیری می نامند. اگر جسم شکل و اندازه خود را پور برقرار کرده نتواند این دفرماسیه ناچندیر می شود. اکنون اوید به قانونی حکم. دفرماسیه چندیر را قانونی حکم می آموزد. یعنی دایره استفاده قانونی حکم تنها دفرماسیه چندیر می باشد. اگر دفرماسیه ناچندیر شود در این مورد ما قانونی حکم را تطبیق کرده نمی توانیم. تعریف قانونی حکم چنین است: قوه چندیری که هنگام دفرماسیه جسم به وجود می آید به بزرگی دفرماسیه آن متناسب می باشد. یعنی بزرگی دفرماسیه از قوه و یا قوه چندیری وابسته است. در اینجا F این قوه چندیری به حساب می رود. واحدش نیوتن. K سختی واحدش نیوتن تقسیم متر و یا دلتا L این چنین می توانیم بعضا آن را X ifade نماییم. در اینجا بزرگی دفرماسیه دراز شوی و یا فشرده شوی نیز میگویند. علامت منفی فرموله معنای آن را دارد که قوه چندیری همیشه به قوه بیرونه سمت مقابل دارد. در هنگام حساب کتاب ها این علامت را به نظر نگیریم هم ممکن است. قوه چندیری قوه‌ای که هنگام دفرماسیه جسم پیدا می شود قوه چندیری می نامند. پیدایش این قوه اساساً علاقمندی دارد به مسافه بین یکدیگری جایگیری شوی ذره های ترکیب ماده وابستگی دارد. هنگامی که ما پروژین را دراز کردنی شویم مسافه بین این دو ذره ها کمتر زیاد می شود و در این هنگام قوه کشش این ذره ها پرزور می شود. در نتیجه قوه چندیری پیدا می شود که سمت آن با قوه بیرونه مقابل روان است. و هنگامی که ما پروژین را فشردنی شویم مسافه بین ذره ها کمتر خرد می شود و در این مورد قوه تیلدهی به وجود میاد و در نتیجه قوه چندیری پیدا می گردد. از این سبب همیشه قوه چندیری به قوه بیرونه سمت مقابل دارد. هنگام حل مسئله ها قانونی حکم را به این نمود نیز نوشتن ممکن است. یعنی به علامت منفی. اینچنین به جای دلتا L میتونیم X نوشته باشیم. برای همین قوه چندیری F برابر K ضرب X میگردد. در اینجا L0 این درازی ابتدایی یا اینکه اولی جسم L باشد درازی انتهایی و یا درازی آخری نیز میگویند. برای یافتن قوه چندیری F چه سختی را K به دراز شوی یا فشرده شوی که این X است ضرب کردن لازم است. یعنی فرمول F برابر K ضرب X. با این فرمول ما میتوانیم قوه چندیری را حساب کرده باشیم. برای این یکچند مسئله ها را دیده میبریم. با پروژینی سختیش 100 نیوتن تقسیم متر چقدر قوه باید تاثیر نماید تا که آن به 3 سانتی متر دراز گردد. در شرط کوتاه مسئله سختی و دراز شوی آورده شده است بهتر می شود سانتی متر به متر ifade نماییم. برای این به 100 تقسیم می نماییم که 0.03 متر
برابر میگردد. از روی فرمول قوه چندری معین میکنیم F برابر K ضرب X. این برابر است به 100 نیوتن تقسیم متر ضرب 0.03 متر. متر با متر اختصار می شود و حاصل میکنیم 100 ضرب 0.3 این می شود 3 نیوتن. مسئله دیگر باری مساش چقدر را به پروژینی سختیش 40 نیوتن تقسیم متر باید آورد تا که درازشوی پروژینه 2.5 سانتی متر را تشکیل نماید. در اینجا نیز بزرگی دیفرماسیون را به متر ifade می نماییم. به 100 تقسیم نمایم 0.025 متر حاصل می شود. اول قوه چندری را معین میکنیم. F برابر K ضرب X. قیمت ها رو میگذاریم 40 نیوتن تقسیم متر ضرب 0.025 متر. متر با متر اختصار می شود و قیمت قوه برابر می شود به 1 نیوتن. اکنون از روی فرمول قوه وزنینی ماسه رو معین میکنیم. از اینجا وقتی که ماسه رو میابیم M برابر F تقسیم G میگردد. قیمت ها رو گذاشته حساب میکنیم. 1 نیوتن تقسیم تقریبا در اینجا G رو 10 گرفتن ممکن است. 10 نیوتن تقسیم متر. این برابر می شود بعد اختصار نیوتن ها حاصل میکنیم 0.1 کیلوگرم و یا میتوانیم 100 گرم گوییم. یعنی در پروژینه جسم ماسه‌اش 100 گرم آویخته شده است. برای یافتن سختی که قوه چندری F رو به درازشوی و یا اینکه فشرده شوی X تقسیم کردن لازم است. K برابر F تقسیم X. مسئله سوم سختی پروژینی با تاثیر قوه 2 نیوتن به 4 سانتی متر دراز شده را یابید. در اینجا نیز بهتر می شود 4 سانتی متر را به متر ifade نماییم. برای این 0.04 می گردد. فرمول را استفاده می نماییم و سختی را معین می کنیم. K برابر F تقسیم X. قیمت ها را گذاشته 2 نیوتن تقسیم 0.04 متر. این برابر می شود به 50 نیوتن تقسیم متر. یعنی سختی برابر بوده است به 50 نیوتن تقسیم متر. مسئله چهارم به پروژین قوه 5 نیوتن تاثیر نموده آن را به 10 سانتی متر دراز نمود. سختی پروژین معین کرده شود. باز بزرگی دیفرماسیون را به متر ifade می نماییم. 10 را به 100 تقسیم نموده 0.1 متر را حاصل می کنیم. K برابر F تقسیم X. قیمت ها را گذاشته حساب می کنیم. 5 نیوتن تقسیم 0.1 متر که جواب آن برابر می شود به 50 نیوتن تقسیم متر. این مسئله نیز سختیش به مسئله پیشینه برابر بوده است. جواب K برابر 50 نیوتن تقسیم متر. برای یافتن بزرگی دیفرماسیون یعنی X قوه چندری F را به سختی K تقسیم کردن لازم است که در اینجا فرمول آورده شده است. X برابر F تقسیم K. مسئله 5 را میبینیم. دینامومتری که به پروژین آویخته شده است قوه 2 نیوتن را نشان میدهد. درازشوی پروژین را معین کنید اگر کوفیسیانت سختی 40 نیوتن تقسیم متر باشد. قیمت دیفرماسیون را از روی فرمول معین میکنیم. X برابر F تقسیم K. به جای F 2 نیوتن و به جای K 40 نیوتن تقسیم متر را میگذاریم. نیوتن با نیوتن اختصار می شود و حاصل میکنیم 0.05 متر و یا 5 سانتی متر. یعنی
پروژینی دینامومتر با قوه 2 نیوتن به 5 سانتیمتر دراز میگردیده است. x برابر 5 سانتیمتر. مسئله ششم، سقای ماسه‌اش 100 گرم بر ریسمان رزینی آویخته شده است. سختی رزین 1 نیوتن تقسیم سانتیمتر می باشد. قیمت درازشوی ریسمان را معین نمایید. یعنی بر ریسمان رزینی سقای ماسه‌اش 100 گرم آویخته شده است. چقدر دراز شدن ریسمان را ما باید معین نماییم. برای این ماسه را با کیلوگرم ifade می نماییم. 100 گرم تقسیم 1000 این می شود 0.1 کیلوگرم. و 1 نیوتن تقسیم سانتیمتر را نیز ifade می کنیم به نیوتن تقسیم متر. این می شود به 100 ضرب نماییم 100 نیوتن تقسیم متر. اکنون در اول قوه وزنی را معین می کنیم. F برابر M ضرب G برابر 0.1 کیلوگرم ضرب 10 نیوتن تقسیم کیلوگرم. کیلوگرم ها اختصار می شوند و حاصل می کنیم 1 نیوتن. اکنون فرمول قوه چندری را قانون هوک را استفاده کرده بزرگی دیفرماسیون را معین میکنیم. F برابر K ضرب X. از اینجا X رو معین نماییم. F تقسیم K میگردد. قیمت های داده شده را گذاشته حساب میکنیم. 1 نیوتن تقسیم 100 نیوتن تقسیم متر برابر 0.01 متر و یا 1 سانتی متر. در نتیجه بار ماسه‌اش 100 گرم پروژین به 1 سانتیمتر دراز میگردیده است. اگر به یک پروژین در موردهای گوناگون قوه های قیمتشان گوناگون تاثیر نمایند، پروژین نیز به قیمت های گوناگون دیفرماسی می شود. در این وقت می توانیم فرمول زیرین را استفاده بریم. F1 تقسیم F2 برابر X1 تقسیم X2 که این هم از روی فرمول قانون هوک حاصل شده است. تنها از حساب یک پروژین بودن سختی ها اختصار شده است. K و K در اینجا بودن و وقتی که ما اختصار نماییم فرمول انمین X1 و X2 باقی ماندن. مسئله هفتم رو میبینیم. پروژین امورتیزاتور با تاثیر قوه 320 نیوتن 9 میلیمتر فشرده شد. همان پروژین با تاثیر قوه 1.6 کیلو نیوتن چند میلیمتر فشرده می شود. به شرطی که توی مسئله نظر میکنیم کیلو نیوتن را بهتر می شود به نیوتن ifade نماییم. برای این به 1000 ضرب میکنیم و 1600 نیوتن حاصل می شود. اکنون فرمول بالایی را استفاده کرده X2 را میابیم. F1 تقسیم F2 برابر X1 تقسیم X2. از اینجا X2 را یابیم. در مخرج کسر F1 میفراید و F2 ضرب X1 در صورت کسر. قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. F2 1600 نیوتن ضرب X1 9 میلیمتر. برای آن 9 میلیمتر را ifade نکردیم با متر که جوابی مثلا نیست با میلیمتر حاصل گردد. به جای F1 میگذاریم 320 نیوتن. نیوتن با نیوتن اختصار می شود و جواب مسئله با میلیمتر حاصل می گردد که این وقتی که حساب نماییم حاصل می شود 45 میلیمتر. جواب مسئله X2 برابر 45 میلیمتر. مسئله آخرم درازی پروژین دیفرماسیون نشده 20 سانتی متر و سختیش 10 نیوتن تقسیم متر می باشد. درازی پروژین چقدر می شود اگر آن با قوه 1 نیوتن کشیده شود؟ یعنی هنگامی که به پروژین قوه تاثیر نمی کند درازی آن درازی ابتدایی یعنی که 20 سانتی متر بود. ما آن را به متر ifade می کنیم. 0.12 متر. سختی آن 10 نیوتن تقسیم متر است.
اگر قوه 1 نیوتن تاثیر کرده شود درازی آن چقدر می شود؟ ما باید آن را معین کردن ما لازم است. برای این از روی فرموله قوه چندری F برابر K ضرب X رو می نویسیم و از اینجا بزرگی دیفرماسیون رو معین میکنیم. X برابر F تقسیم K. قیمت ها رو گذاشته 1 نیوتن تقسیم 10 نیوتن تقسیم متر، نیوتن با نیوتن اختصار می شود، حاصل میکنیم 0.1 از 10 متر. از دیگر طرف میدانیم که x برابر است L طرح L 0 یعنی درازی آخره طرح درازی اوله. از اینجا L را معین کنیم x جمع L 0 میگردد. قیمت ها رو میگذاریم 0 از 10 1 متر جمع 0 از 10 2 متر، این برابر میگردد به 0 از 10 3 متر و یا اگر به سانتی متر ifade نماییم 30 سانتی متر. از اینجا خلاصه برآورده میتوانیم که پروژین در زیر تاثیر 1 نیوتن درازی آخرش میگشته است به 30 سانتی متر. با همین موضوع امروزی ما به آخر میرسد خوانندگان عزیز. در این سلاید برای کاری مستقلانه یک چند مسئله ها آید به قوه چندری و قانون هوک آورده شده است. خیر تا درس آینده.